خب آغاز می شود دوستان عزیز رقابتی دسته‌های برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش. خوب آغاز می شود. حمله نوبتی از جانب فوتبالبازان دسته کمیوه بود در مرکز میدان. فوتبالبازان دسته برقچی و پیش میگذارند امکاناتی خیلی خوب برای فوتبالبازان دسته برقچی. پرتاف انجام داده می شود و دروازه‌بان وقت هر دو 13 امتیازی دارند. خوب دوستان عزیز ادامه دارد رقابتی و ببینید که چگونه حمله بازان دسته کمیوه وایسدین سفر پرتافتی او با کناری راستی میدان و پرتاف با جانب از کناری چپی میدان موسی قهاروف داخل میشود با جریمه‌گاه دسته کمیوه. ولی هجوم فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا آنها در داخل جریمه‌گاه و ضربه راستی میدان انتظار پرتافت هستند و اینک پرتاف انجام داده می شود. جانبک شریف و جانبک با داخل جریمه‌گاه توپ رو روان میکند و امکاناتی خیلی خوب برای ضربه زدن. اما ضربه هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته برچی امکاناتی خیلی خوب برای ضربه زدن و ضربه فوتبالباز رقم 10 این دسته کاپیتان دسته عزیزبک با کنجرو پرتاف با داخل جریمه‌گاه. ولی پرواز فوتبالباز کنار چپ میدان هجوم خود را ادامه میدن فوتبالبازان دسته کمیوه و امکاناتی خیلی خوب برای هجوم آنها. پرتافت خیلی زیبا و امکانات هست برای پرتاف کردن. اما این پرتاف این مرتبه هم دسته روشن کلوب را از صد راه خود بیرون کند و با فینال برای اکنون هجوم فوتبالبازان دسته برقچی را متوجه میشویم. ضربه خیلی هجوم‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش عجایب‌تر نسبت هجوم‌هایی که جاویدان خوشوقت باعث به آن میشود که اکنون هجوم فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به میان بیاید. ولی اما بیشتر وقتی بازی در مرکز میدان سپری میشود و امکاناتی نوبتی برای جانبک گویا میتواند که به زدن گل دست یابد. ولی پیش دستی میکند دروازه. برای این دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را میباید بعضی هجوم‌های خود را توسط مرکز یا از کنار راست میدان که اینک آنها و ضربه نوبتی کاپیتان دسته عزیزبک امکانات خیلی خوب برای ضربه زدن. برقچی امکانات خیلی خوب برای و پرتافت خیلی عالی با سمت فوتبالباز رقم 14 موسی قهاروف و ضربه انجام داده میشود یا نه اندک دیرتر ضربه میزند موسی قهاروف. نه اونقدر خوب جانب دروازه فقط یک دفاعگر قرار داشت در داخل دروازه در همین حالت ولی ضربه زدن نتوانست فوتبالباز مذکور. امکاناتی خیلی خوب برای فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی با زمین میافتند. دروازه‌بان دسته برقچی و ضربه‌های مستقیم فوتبالبازان دسته برقچی رو برطرف کرد. پرتاف و داخل جریمه‌گاه دسته برقچی امکاناتی خیلی خوب باز هم برای ضربه زدن ایلوالوف بود. پرتاف و داخل جریمه‌گاه با سمت از کنار چپ میدان پرتاف انجام داده می شود با داخل جریمه‌گاه و مهارت خاصه از ولی برطرف می شود و داور